زیاده از 100 غزل، 120 رباعی، 100 مصرع قصیده، 500 مصرع داستان و 200 مصرع نوهای شعری را از بر نمودم. ای که از قد رسا غایتی سروی چمنی، سروی ای ماه بقد لیک به آرس سمنی، لب و دندان تو ای سرو قد سیمندام، بهتر از لعل بدخشانی و دور و عدنی. گفتم از شانه صفت پنجه به بالای تو زنم، خنده زد گفت الها به بالا پنجه زنی. ترکی من دوشت غضب کرد و بگفت اولدرمن، گفتم آهسته به گوشش که کی را گفت سنی، کرد خاصیتی لعل لبی جانان شاهین، توتی طبعی مرا شهره و شکر شکنی. در نمونه شرط باید که ناصر منصور کلاسیکی و نمونه های نثر روایتی خوانده باشه. اینجا در روی خط رو نمیبینم اما اثرهای نویسندگان معاصر آمدن کن. هم کلاسیک آمدن هم معاصر. کلاسیکش ندیدیم. از کلاسیکا که خوندی؟ کدام کتاب را خوندی؟ کتاب 4 درویش، کلیله و دیمنه، خب اوستا، درختی اسوریک، باز بهارستان، گلستان، بوستان و دیگران. شما با مثال را پر نآوردیم، بنابراین هر شکلی هست ما میخونیم شما داموش میتین. گرفته در بر اندام تو، گرفته در بر اندام تو سیم است، برادر خوانده زلفت نسیم است. از آن زلفی سیه بر مشکنان را، بناگوشی تو را دوری یتیم است. بر اعنایی چنان مخرام غافل، کس چشمی بد اندر راه بیم است. دلی من با چنین زیادی خنده مردم فریبد، مرا دو دیده پردوری یتیم است. به عهد فتنه و آشوب زلفت، کسی که خوش زید رندی حکیم است. کتابی صبر خوانده بنده خسرو، که هر شب مجلسی غم را ندیده است. پیمانه‌ای که باده ندارد، پیمانه‌ای که باده ندارد شکستنی است. دستی که نیست مصدر ایجاد بستنی است. زلفی که صرف شانه کند عمر کرده به، دالی که زی سید زی دست نگیرد هستنی است. جستم علاجی درد دل خود زی سیدا، گفتا صبور باش که این درد هستنی است. شما از ابن یمین یمین گفتید، ابن یمین است؟ ابن یمین. صبحدم بادی که از خراسان میدمید، چون دمی روح القدس در پیکرم جان میدمید. بادی صبح است این ندانم یا نسیمی پیراهن، کز برای کور چشم پیری کنعان میدمید. بلبلی طبعی مرا آید نسیمی کوی او، کز برای گلستان چشم پیری کنعان میدمید. کز برای گلستان چشم پیری کنعان میدمید. چون گذر کرده است بر خاک خراسان لاجرم، روح پرور چون نسیمی باغ رضوان میدمید. میبرد جمعیت ابن یمین یک بارگی، نفحه‌ای کز چین آن زلفی پریشان میدمید. واحد شعر چی است؟ واحد شعر ما با مصرع برمیکشیم شعر بیت ها؟ یعنی 50 بیت. یک اینجا روی خطی قصیداتون من ندیدم که از که زیاد کردید. از روی نظامنامه میپرسم. مثلا از منوچهری دامغانی قصیده خوانید. من قصیده شکایت از پیری از ابو عبدالله رودکی از یاد نمودم. تمام. مادری می بعد بهاریه. مادر می خوانید چند بیت کردید، هر چی از یاد کردید خوانید. مادری می را بکرد باید قربان،
بچه او را گرفت و کرد به زندان. بچه او را گرفتند به نادانی، توش نکوبی نخست نکشی جان. تشکر، اشتباه خونده. ببینید شما قصیشگاه دستپری چند بیت است؟ 65 مصرع. قصیده شکایت دستپری بیت اخیر خونید، بیت انتهایی خونید. کنون زمانه دیگر گشت و من دیگر گشتم. عصا بیار که وقتی عصا و انبان بود. خب داستانم از یاد کردید؟ داستان شمس‌الدین شاهی، مرثیه 7 زوجه‌اش، آغاز داستان لیلی و مجنون و گفتار مجنون به عاشق شدن لیلی. خب یک پارچه خونید کنی؟ مرثیه 7 زوجه‌اش. ای دیده دو دمای اسمت، نوباوه بوستان اسمت. ای خانه 100,000 نازم، وی پرده 100,000 نازم. ای خفته میان خاک و خیره، جست از کنار من کناره. خورشید منی و در زمینی، اقبال من است این چنینی. ای رشک زلال زندگانی، تا چند در آتشم نشانی. ای بسته از این سراچه مخمیر. همینجا اسمت نام آدم می یا یکم صفت؟ دودمای اسمت اسمت به نام آدم نه. اینجا یک غزل آمده است، مصرع اولش واله حسن خطی. دوام دید شما. واله حسن خطی غالیه بوی تو شوم. وحچی زیبا شده ای بنده روی تو شوم. گر شود هر نفس در تن من جان دیگر، هر نفس جان دهم و زنده زی بوی تو شوم. من نه عاشقم که امروز چون بوالهوسان، طلبم کامی دل و غلط خوند. مصرع خونه کنی بازی خونی. من نه عاشقم. چی؟ من نه عاشقم که امروز چون بوالهوسان، طلبم کامی دل و رنجزی خوی تو شوم. سری موی شدم و از غم دارم که هوسه، که فدای هوسی هر سری موی تو شوم. تشکر. شما همین شعرهایی که خوانده همونجا کلمه آرز بود. همین آرز چی است و سینونیماش میگفتین مرادفاتشه. آرز یعنی چی و مرادفاتشه؟ آرز چی است؟ آرز نمیدونم. خانم دور یتیم چی؟ در همین شعرخوانی شما بود. دور یتیم شخصی که یتیم است. نه، دور یتیم. دور یعنی که به معنای چیزی جای دور. دور دور چیزی که مطبخا. دور مروارید. انا گفتم مروارید یتیم یا دور یتیم یعنی چی؟ یتیم معناش چیه؟ یتیم شخصی که از پدر و مادر وای وابسته با آدم باشه. اینجا اکنون دور است. دور سنگ قیمت بها. یعنی دور یتیم چیزی قیمت بها. نه، یتیم اینجا وابسته به دور. خیلی دور است. این صفتی دور است. دور یتیم یعنی مراد چی است؟ دور یگانه. دور یگانه است. چیزی قیمت بها یگانه. دور یگانه. دوری کلان باشد، اگر تنها یگانه باشد به معنی یگانه میبید. دور یگانه. نه. در شعرهای شما کلمه های آسان بود. سیم و نسیم بود کلمه ها. همینا را چه خیلی میفهمن؟ سیم چی و نسیم چی است؟ نسیم چند پهلو دارد. یعنی نسیم نامی آدم هم می شود. نسیم یعنی که جایی که باد هوای تازه دارن اونجا هم نسیم گفتنش ممکن است. باز نسیم یعنی که پهلوهای زیاد دارد. سیم چی؟ سیم به معنای یگان
در همون شعرتون سیم معنی داشت و با سیم میوه هم هست. سیم در این غزل سیم به معنای چی؟ زر، نمی گوهر یا اینکه یگان چیست؟ طلا یا اینکه یگان زر. سیم نده و طلا تنگه یگان زر. وای زر سیم چیه؟ سیمش نقره. اینجا یک شعر آمده است. بدندان رخنه در فولاد کردن. از عبدالرحمن جامی. خب میتوانی خوانی؟ بدندان رخنه بر فولاد کردن، به ناخن راهی خارا را بریدن، فرو رفتم به آتشدان نگونسار، به پیلکی دیده آتش پاره چیدن، به کویت کرده ام 100 شتربار. 100 شتربار. وقتی که شعر میخونید به معنی همون کلمه هم دقت دید. وقتی که از شاهین خوندید دور رو عدنی گفته و اصلش دوری عدنی است و یک جای دیگه دوده دودمان نه دودمان است. اصلاح کنید خوب می شود. داستان یوسف از زلیخا جنیدلوی حاذق در خط است. این خوانده یا پارچه ازت کردی؟ اینا به طرز نثر. در کجا خواندیم به طرز نثر؟ از کتاب درسی؟ آفرین. که قابل میشه ولی کتاب مقصد از این آدم نیست شما کتابا رو در شکل از پره خوانی بعد اینجا به این سوال جواب بحث کنی. نصیحتنامه اسنوماوی کیکورس خوندین و پره‌ای خوندین. کنی یک حکایت از اینجا از همین کتاب نقل نکنی. متوکل نام فت بنده ای داشت که او را به فرزندی قبول کرده بود و از فرزندانش کرده بسیارتر او را دوست می داشت و به او می خواست که شناوری را یاد دهد و وقتی که به او شناوری را یاد می دهند یک روز باشد خودش تنهایی میخواست شناوری کند و به دریای دجله می رود. وقتی که وی شنا میکرد آبی دجله که تیز بود او را میبرد و او باشد در یک سوراخی خود را کنار میگیرد. وقتی که وی در سوراخی میماند یک هفته وی در آنجا میایستد. وقتی که وی یک هفته در آنجا میایستد خبری گم شدن فت به متوکل میرسد و وی باشد به همیاران خود میگوید که کسی که اگر فت را زنده یا مرده اگر یابد من به وی 100 دینار تنگه میدهم و او باشد و به کوفتن فت شروع می نمایند و آنها یک نفرش باشد فت را می بیند و به نزد متوکل می آید میگوید وقتی که اگر من فت را زنده یابم تو با من چند دینار می دهی و او باشد میگوید که من به تو 500 دینار تنگه می دهم و وقتی که وی کشتی را گرفته به نزد فت می رود فت را می گیرند و می آرند. وقتی که به فت میگویند که خوراک بیاریم فت باشد میگویند من سیرم و متوکل حیران شده میپرسد که تو مگر از آبی دجله سیر شده ای و فت باشد نمیگوید من وقتی که یک هفته در همان سوراخی بودم هر روز 20 تا نان در طبق می آمد. من کوشش میکردم که از آن طبق 1-2 نان گرفته خورم و میگوید که به همیاران خود میگوید که کسی که همین خوبی را در حق پسر من کرده است رفته یابد و بگوید که او به شما ظلم نمی کند و به شما تنگه یا اینکه یگان جای مقام به شما می دهد و یارانش باشد به دهه آوازه می کنند که اگر کدامی که همان در شما یک برای اینا برده با بدیه به همان مملکت آوازه میکنن که اگر کسی که همین در آوازه هم نیست از روی کدام نشانه صاحب نان پیدا میکنن. در بالای هر نام محمد ابن حسین الاسکاف نویسانده بود. در بالای نان نوشته بود. حجت با اعلان نبود دیگه.
و او باشد به نزد متوکل می آید و میگوید من میکردم چنانه که گفتن خوبی کن و در آب انداز. من هم تا جایی که می توانستم نان پخته به دریا می انداختم تا اینکه ماهی ها را خورند و گوشنه نمونند و به او باشد یک ده را به همان محمد ابن حسین الاسکاف یک ده را توفه می دهد. باز یک چند هزار تنگه دیگر پیشکش همان میگوید که تو پسر من را که نجات دادی من به تو خوبی میکنم. شاهنامه را خواندی؟ داستان‌های شاهنامه باربد و خسرو، کیومرث و اولاد او، باربد نه باربد و پرورده گازور. باربد رامشگر یعنی که موسیقی نواز، رامشگر خوب. باربد یک خسرو کی؟ خسرو باشد شاه. اگر جزر باشد چند خسرو بود در کدام خسرو است؟ شاه خسرو. نه خسرو انوشیروان بود. چهار درویش خواندم پورا خواندید؟ آخری جنبه سیمین چگونه می شود نقل کنید؟ آخری جنبه سیمین چهار درویش وقتی که درویشان درباره خود نقل میکنند آزادبخت شاه بود که وی فرزند نداشت، در آخر باشد صاحب فرزند می شود و وی باشد بسیار خوشحال می شود. وقتی که وی فرزند نداشت میخواست که سلطنت داشته باشد، بعد از خود همان سلطنت خود را اداره کند. همین درویش ها به مقصد میرسن، به مرادشان میرسن؟ بله درویش کی کمک میکند؟ چگونه میشود؟ و درویش باشد همان آزادبخت کمک میکند. آزادبخت وقتی کمک میکند یعنی که درباره هر کدامی آنها میداند و کمک میکنند آنها به مقصدشان میرسد. به نظرم درست نه. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد، سنتی والای و سامان داشت داد، تختی سامان داشت داد. دشمنی دانشگدایش دانشی سینا گرفت، دشمنی به دانشش دیوانی مولانا گرفت. دشمنی صنعت فروشش صنعتی بهزاد بود، دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت. تشکر مرمی، خوش آمدی. آفرین. من شادی و فرخنده دانشجوی کورس چهارم فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو هستم. خب شما با شرط‌های نظامنامه آشنا هستین؟ چند غزل ازاد کردین؟ 100 غزل. 100 غزل، 123 رباعی. دو بیتی چی؟ فقط رباعی یا که دو بیتی هم هست؟ 121 تا رباعی، 2 تا دو بیت. انا همتی بلد. بعد قصیده چند بیت؟ 100 بیت. 100 بیت. داستان 150 بیت، بعد اثرهای نثری. بعد نوهای دیگر شعری ازاد نکردین؟ اینجا با قطعه بعد مخمس. از نثر روایتی 10 تا، از تالیفی و ادبیات قدیمه 15 تا. خرادی در این روی خط هست اینجا؟ نباشه غزلات شما که فقط مصرع اول آوردگی نه؟ ما همون مصرع را میخوانیم، شما میگه معرفش کس و دوام میدی. ماه تابان است و همچون روی تو تابنده نیست. غزل امیر خسروی دهلوی. خب دوام چی؟ ماه تابان است و همچون روی تو تابنده نیست. ابر باران است، ابر گریان است و همچون چشم من بارنده نیست. پیش رفتارت نآید گامی کم در نظر، او رونده هست لیکن همچو تو آینده نیست. خوب بسیار است دل بردن نیارد مثل تو، شوخ و رعنا و جفا پیشه ولی بازنده نیست. دل که را سوزد در این ره بر منی دل سوخته، جز دل من هیچ کس پهلوی من سوزنده نیست. در وفای دوست باید باخت بار جان خویش، چون که جان بی وفا بر هیچ کس پاینده نیست. در عشق قرار بیقراری است.
غزل عطار نیشابوری. در عشق قرار بیقراری است، بدنامی عشق نامداری است. جز نیست شمار عشق پیدا، مشمر که شمار به شماری است. در عشق ز اختیار بگذر، عاشق بودن نه اختیاری است. گر دل داری تو را سزد عشق، ورنه همه زهد و سوگواری است. جانابر تو قرار آن راست، که از عشق تو در هزار خواری است. ای داده صفا نشان خود را. غزل آصفی هروی. خب ای داده صفا نشان خود را، خضری لب غیب دان خود را. خندان شده جیب غنچه گویی، وایافته دهان خود را. هر روز ز سیل گریه بینم، ویرانی خانمان خود را. تا نشودم به نالتم دمساز، بربسته دو جامیان خود را. می جست ز من نشان دهانت، دادم به عدم نشان خود را. جان می رود آصفی نگهدار، بهر سگش استخوان خود را. غزل دیگر. چند ریزی بی جفا. چند ریزی بی جفا، اشک جگر خون مرا. ای جفا پیشه بیا ریز دیگر خون مرا. حسرت زلف تو هم بود، شکستم دادم. غزل به دل. ها. حسرت زلف تو هم بود، شکستم دادن. وصل می خواستم آینه به دستم دادن. به خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن. باده از جام تجلی بصف. از گلخنی نباشد خانه. ای بوتی شیرین لبو. دوام شده. ای بوتی شیرین لبو سیمین تن و رنگین قبا. پای تا سر جلوه مکر و فن و نازک ادا. مظهری جور و جفا و ظلم هم به داد و کین. در سپهر دلربایی ماه به مهر و وفا. مبتلای روی مبتلای زلف و روی و آرز و چشم تو بود. هندی و کشمیری و ریمی و ترکان خطا. کلمه آرز شما در این شعر شما هم بود. این چی است آرز؟ آرز روی چهره. روی چهره. تشکر. در غمت دل را فگار و خسته میگوی ما. در غمت دل را فگار و خسته میگوی ما. اهل دردم این سخن دانسته میگوی ما. بر دل ما آنچه از طاق دو ابرویت گذشت. با خود از دیوانگی آهسته میگوی ما. پیوسته میگوی ما. می روی تند و دعاگویان ز دنبال تو اند. وقتی می رنجی اگر آهسته میگوی ما. گفتم ای گل این دهان را پیسته خندان بگو. این سخن گفت از دهان پیسته میگوی ما. از رباعیات چی از یاد کردید؟ 120 رباعی، 123 رباعی گفت. از رودکی، از بیدیل، عمر خیام. از بیدیل بگم؟ بخوان. ای آن که گه خلوت و گه انجمنی. پیوسته به وهم غیر آتش فکنی. نیرنگ دویی باز ندارد اینجا. من با توام چنان که با من تو منی. هر کس زی مکافات عمل با خبر است. ظالم پوشد لباس خون بافته را. تا زهر کند خصم زبون یافته را. با سنگ دلان شعار خود سختی کن. بردار به آهن آهنی تافته را. خب از آصفی هروی یاد کردیم اینجا. آصفی هروی شاعر کدام عصر است؟ عصر 15 از هرات می باشد. از دایره ادبی هرات است. یکی از شاگردان عبدالرحمن جامی. آفرین، درست است. اثرهای نثری کدام خوانده؟ اثرهای نثری بهارستان، گلستان، من اینجا قابوسنامه هم هست. فتوتنامه، رساله حاتمیه. بسیار. هنوز قابوسنامه رو خوانده؟ قابوسنامه عنصر مالی کیکاووس. همه در مقدمهش مؤلفش
هدف اساسیش یا هدف اصلی نوشتن همین کتابش رو تاکید کرده است. از چی برات؟ عنصر مولی کیکاووس قابوسنامه را برای پسرش گیلانشاه برای تربیه آن نوشته است که از چلیک برای پسرش برین محتشمان نوشته است، به اصطلاح ما شما اشراف زاده. بعد همینجا یک تاکید میکند که به خاطر چی نوشته، در مراجعت به پسرش میگوید تربیه آنها و تربیه درست، اما یک نکته رو تاکید میکند. من با او گفتم که وای امیرزاده هم خیلی امیرزاده برای امیرزاده ها نوشته است و یک در خطاب به پسرش میگوید ای پسر که فلان کنی، به همین خاطر من اینو نوشتم، نژاد خودت را فراموش نکنی. از اثرهای نصر روایتی چی خوندید؟ جلد یکمی 1001 شب، سرگذشت حاتم طی، 7 جلد سمک عیار، بعد داستان براندخت و اسکندر از دارابنامه ابوطاهر ترسوسی. ببین همین قهرمانای اساسی سمک عیار رو نامبر کنید. قهرمانای اساسی سمک عیار اول از حیات مرزبانشاه نقل می رود، بعد فرزنددار شدن او خورشیدشاه و در آنجا همین قهرمان اساسی سمک می باشد و زنی که با او در همه همین واقعه ها با او بسیارتر همراه است روسافزون. خورشیدشاه پسر او فروخروز، همسرانش ماهپری، اباندخت، جهان افروز، ماه در ماه، همسران فروخروز گلبوی گلرخ، چگیلماه، شروان بشن، گیتی نمای. شخصیت های مثل سمک و غیر از سمک کی بودن؟ که روسافزون بود، بعد استادشان شغال پیرزور، بعد سرخورد که او را کی بزنی میگیرد سمک. همین عیار میگویند سمک ها؟ چرا عیار میگویند و این عیاری چه ویژگی هایی دارد؟ عیار یعنی که خیلی هم هوشیار و زیرک می باشد و او همین برای شاهان، برای همون از بند برآوردن بسیار پهلوانان و شاهان کمک میرساند با هر گونه راه ها. از آن جمله همین بسیارتر او بهوشانه چی میکرد به خوراک و آبی همون شاهان بسیارتر بهوشانه آمیخته میکرد و وقتی که آنها بهوش میشدن همون مقصدش رو اجرا میکرد، آنها رو به لشکرگاه میبرد. این مفهوم عیار اگر امروز با همون عملایی که همون عیارا انجام میدادن و امروز موافقت کنیم بگم مفهوم دیگر عوض کرده میتوند؟ مکار، هیلگر. یکان لحظه شناور کنید. وقتی که کشته شدن خورشیدشاه، وقتی که لشکر دشمن به آنها هجوم میکنند، در آن وقت فروخروز در مملکت پریان بند بود و خورشیدشاه در اینجا خودش تنها بود، سمک نیست، برای آزاد نمودن فروخروز به مملکت پریان رفته بود. در اینجا خورشیدشاه تنها بود و وقتی که همون لشکران به آنها هجوم میکنند، خورشیدشاه به بیابان میبرد و خیلی بیمدار از سببی که سن و سالش رفته بود خیلی بیمدار میشد و در نزدیک درخت فیلولوگ هستید، فیلولوگ زمان بیاد. همین از نگاه زبان و اسلوب بیان اثرهایی که به نثر روایتی نوشته شدن و به اثرهای تالیفی گفتید، چی فرق دارد از نگاه زبان؟ نثر تالیفی چی دارد؟ مؤلف دارد. نثر روایتی باشد از طرف مرتبان یا جمع آورندگان است. زبانی همین زبانی نثر روایتی را بعضا وقت به فولکلور شباهت میدهند، اما زبانی فولکلور به زبانی گفتگویی یگان محل یگان شیوه گفته شده. زبانی نثر روایتی باشد به زبانی گفتگویی ادبی بیان شده است و خیلی هم ساده است. همین سمک عیار کی نوشته است؟ مؤلفش معلوم است که چه از طرف قصه خان صدقه و جمع آورندش فرامرز ابن خداداد. با کاروان حله برفتم زی سیستان. با کاروان حله برفتم زی سیستان، با حله تنیده زی دل بافته زی جان،
با حوله بیرشیم ترکیب او سخن، با حوله نگارگری نقش او زبان، هر طور او برنج برآورده از ضمیر، هر پود او به جه جدا کرده از روان. اکنون از اثرهای نثری هم خوندید، باورستان جامعه خوندید؟ هم بابی چهارم به یک حکایه اسکندر و فتح قصر است کو؟ اسکندر رومی وقتی که شهر را فتح می نماید و فرمان می دهد که قلعه آن را طلب و تاراج کنند و به خاک یکسان نمایند و لشکران میگویند که در آنجا خیرتمندی هست که خیلی هم دانا است و ما چطور بشود که او را به قتل رسانیم و چی میکنند که آن را به نزدش آورند. وقتی که به نزد اسکندر می آورند نمود ظاهری او خیلی هم زشت بود. اسکندر وقتی که او را میبیند پیسخند میزند و به خودش میگوید که چه خیلی از این نمود زشت دانشمند معلوم شود. بعد از این همان خیرتمند آگاه می شود و می گوید که دانش و خیرت در باطن انسان است نه در ظاهر. با کاروان حوله این کاروان حوله چی باشد؟ چگونه کاروان با است؟ کاروان حوله یعنی که حوله متا می باشد. وقتی کاروانیان می رفتند متا و همون چیا فروخی نیست با همان کاروان همراه بود با به نزد این همین قصیده خود را به شاه چغانیان ابوالمظفر همین حوله که وای برد متا بود؟ نه همین قصیده خودش رو در نظر داشت که این حوله را تو از جنس دیگر حوله ها مدان، این را خیرت زبان نهاد و خیرت رشت و عقل. از آثار منظوم کلاسیکی داستان‌های نظامی گنجوی، لیلی و مجنون خسرو و شنیدم هر چه خوانده؟ بله. از کتاب خوانده که درباره‌شون خوانده؟ نه داستان شب پورگی. داستان لیلی و مجنون نظامی خوانده نه؟ لیلی و مجنون هلالی از نظامی چی فرق داره؟ در آن بعض فرقیت ها دیده می شود که در لیلی و مجنون بدرالدین هلالی آنها خانه‌دار می شوند، بعد در همان شب توی از شادی مرگ یعنی که از دیدار همدیگر به مرگ می رسند. در نظامی گنجوی باشد بعد در نظامی لیلی رو به خودی سلام خانه‌دار میکنند، در آنها باشد با خودی سلام نه ابن سلام در چی باشد با شما باید فرق خونده. شمسین شریفوف آموزگار فن متماتیک دانشگاه دولتی کلوب. اول پرسیم که شما با نظامنامه آزمون آشنا هستید؟ آشنا هستیم. چند غزل ازود کرده این؟ 200 غزل ازود میدونم. آفرین. بعد از ربایی بخش ربایی دو بیتی چند؟ در 600 تا رباعیات میدونم. دو بیتی هم هست؟ دو بیتی جلالدین رومی هستم چیز روی خط هستم. قصیده چی؟ قصیده نمیدونم، یک مخامس میدونم یک دوتا. از پارچه از دوستان ازود کردی؟ نه. نه ها؟ دیگر نوای شعر فقط مخامس؟ مخامس ها. تمام. از آثار منصور کلاسیکی چی کتاب رو خوندی؟ چند کتاب خوندی؟ روی خط هسته مثنوی را خوندم، مثنوی معنوی را پر خوندم. آثار منصور بسیسی موزه. منصور 4 درویش را خوندگی هستم. بستان سعدی را خوندم. چون عیش گدایان به جهان مملکت نیست. چون عیش گدایان به جهان سلطنت نیست. مجموعتر از ملک رضا مملکت نیست. گر منزلت هست کسی را مگر آن است، اندر نظر هیچ کسش منزلت نیست. هر کس صفت دارد و رنگ و نشانه، تو ترک صفت کن که به از این صفت نیست. پوشیده کسی بینی به فردای قیامت، امروز برهنه است و بر او عاریت نیست. آن کس که در او معرفت هست کدام است، آن است که با هیچ کسش معرفت نیست. سنگ و گیاهی که در او خاصیت هست، از آدمی به که در او منفیت نیست. درویش تو در مصلحت خویش ندانی، خوش باش اگرت نیست که به مصلحت نیست. آن دوست نباشد که شکایت کند از دوست، بر خون که دلارام بریزد دیت نیست. راهی ادب این است که سعدی به تو آموخت، گر گوش بداری به از این تربیت نیست. سلام بشه. خوش آمدید. صمیمیتی مرا پذیرا باشید استادان و هواداران نظم و نثر نیاگان. این چی منزل چی بهشت این چی مقام است اینجا؟
این غزل از کمال خواجندی است. این چی منزل، چی بهشت، این چی مقام است اینجا. روخی ساقی، می باقی، لبی جام است اینجا. دولت از همه بگذشت، از این در نگذشت. شادی که از همه بگریخت، غلام است اینجا. چون درآیی به طرب خانه ما با غم دل، همه گویند مخور غم که حرام است اینجا. ما به بام فلکیم از در دیگر بیرویم، بیرو آهسته که بام و لب جام است اینجا. نیست در مجلس ما پیشگه و صرف نیال، شاه و درویش ندانند کدام است اینجا. صفتی عود همه سوخته و گرم رویم، بجز از زاهد افسرده که خام است اینجا. همه گویند چی مقام است کمال این که تو راست. این مقام است نه منزل نه مقام است اینجا. چشمی که ندارد نظر حلقه دام است. هر لب که سخن سنج نباشد لبی بام است. به جوهری از هرزه سرایی زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغروری کمالی ز فلک شکوه چی لازم، کاری تو هم از پختگی طبع تو خام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبقی حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت هست همان راحت جاوید، جایی که بد داغ نتپد دل چی مقام است. مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکری خط جام است. چشمی تو نبسته است مگر گفت و شنیده، محوی خود عیب خبر افسانه کدام است. به دل به گمان محوی یقینم چی توان کرد، کم فرصتی از وصل پرستان چی پیام است. دستورالملوک از کی است؟ دستورالملوک از سمندر خواجه ترمذی. خب همین را خوندی؟ ها خب. این خیلی دستور بود است. دستور به پادشاهان، یعنی در آن حکایه های آورده شده است که سلاطین را یعنی پادشاهان را به عدل و انصاف و به رعیت پروری و خلق پروری هدایت میکنند. چی معلومات میدهد این مؤلف بهارستان؟ مؤلف بهارستان درباره استاد ابو عبدالله رودکی معلومات داده است که از رودکی ذهنی ذکی داشت، در 7 سالگی قرآن تمامت از خود کرد. در سفرنامه ناصر خسرو در سمنان نقل میکند که سمنان رفته و یک استاد درس میداد، علی نسایی. در خاطر و خودش میگفت که من شاگرد ابو علی سینا هستم و هر زمان تاکید میکرد که این را از سینا شنیدم، این را از سینا خواندم، اما وقت او را امتحان کردم میگوید نمیدون، دانشی قضایی نداشت و به خود اندیشیدم که خود چیزی نمیداند به دیگران چی میآموزد. بسیار خوب بود. شعرخوانیتون شعردانیتون بسیار نه، لیکن اثرهای بدیهی خواندگیتون متصل مثل دیگران و بود دیگه با امیدوارم که در آینده خود را تکمیل بدید. خیلی شما ده.